او نادر را ساخت اما خودش نابود شد. اگر این زن نبود شاید ایران هیچ وقت نادری نداشت. مادر نادرشاه تنها امید زندگی او بود، اما سرنوشتش از همان کودکی با درد و خون و اسارت گره خورد. اگه میخوای از بقیه حقایق تاریخی جا نمونی لایک و ساب کن تا بریم سراغ ادامه ویدیو. نادر که در فقر و سختی بزرگ شده بود، وقتی هنوز پسری نوجوان بود مادرش را جلوی چشمانش دزدیدند. ازبک‌ها به روستای آنها حمله کردند، همه چیز را به آتش کشیدند و مادرش را با خود بردند. این اتفاق نادر را تغییر داد. او دیگر آن پسر فقیر و بی‌دفاع نبود. او کسی شد که با انتقامی هولناک تاریخ را لرزاند. وقتی قدرت گرفت با ارتشی شکست ناپذیر به سراغ ازبک‌ها رفت. او تمام سرزمین‌هایشان را فتح کرد، شهرهایشان را به آتش کشید و دشمنانش را به زانو درآورد. سرنوشت مادر نادرشاه رازی تخت در تاریخ است. برخی میگویند او در اسارت جان داد، برخی میگویند نادر هرگز او را پیدا نکرد، اما چیزی که مشخص است این اتفاق نادرشاه را به مردی بی همتا در تاریخ ایران تبدیل کرد. این زن تاریخ ایران را تغییر داد، اما خودش در تاریکی گم شد.